сураи масад. каме маълумот дар бораи нузули ана ҳамин сура барои чӣ нозил шудааст, дар кадом маврид нозил шудааст ва кай, як каме шарҳ медодед ва баъд аз он иншоалло бо саволҳои дигар мешавад. به نام خداوند بخشنده مهربان. سبب نزول سوره این است که دوستان گرامی، پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی در مکه بودن برای اون کس آیت نازل شد. آیت گفت و انذر عشیرتک الاقربین، و نزدیکان خودت را بیم ده، یعنی به آنها دعوت آشکار کن، چون که تا این 3 سال قبل از این پیامبر دعوت پنهانی داشتند و با همین آیت مرحله دومی دعوت و مرحله دیگری دعوت، مرحله آشکارا شروع شد. در حدیث امام بخاری آمده است که ابن عباس رضی الله عنه میگن که وقتی این آیت نازل شد پیامبر صلی الله علیه و سلم بالای کوه صفا بالا شدند، بلند شدند و گفتند یا صباحا و صباحا. این یک ندای بود که عرب‌ها هنگام یگان خطر اگر حاضر به زبان حاضر گیریم یک حالتهای فوق‌العاده میشد، همین ندای همین بانگ سر میدادن. وقتی پیامبر صلی الله علیه و این بانگ سر دادن مردم مکه تعجب کردن، گفتن این چی باشد، چی به داد میزند این مردک؟ و هر کس از خونش یک نماینده فرستاد. آدمی که نمیتونست فرستاد، آدمی که میتونست خودش حضور شد در اون بانگ. پیامبر صلی الله علیه و گفتند هی مردم مکه، اگر من حاضر برای شما خبر دهم که در قفای همین کوه دشمنی هست، دشمن جراری هست، میخواهد بالا شما هجوم کند و شما رو تار و مار کند و وطنتان رو ضبط کند، شما باور میکنید منه؟ مردم مکه گفتند که بله ما تو رو باور میکنیم، چون که ما از تو دروغ ندیدیم. پیامبر صلی الله علیه و گفتند که فانی نذیر لكم بین یدی عذاب علیم، این طور که باشد من برای شما بیم دهنده از طرف خدا هستم از عذاب دردناکی که نزدیک است که بالا شما فرو آید اگر شما یگانگی الله تعالی رو قبول نکنید و رسالت ما رو همچون پیامبر قبول نکنید. اینجا همه خاموش ایستادن، تنها یک مرد اینجا به اصطلاح گویمگر شورش کرد، گفت تبا لک، اگر به تاجیک گویم مور تو چی شده است که برای همین چیز زدیم اونو؟ گفتم اینجا که با گفت دکان پرستیم اومدیم، زندگی پرستیم اومدیم، کارمون پرستیم اومدیم، برای همین چیز زدیم اونا. یعنی که به یک همین شیوه دغل با پیامبر صلی الله علیه و سلم گویم که رفتار کرد. و پس از این الله تعالی از پیغمبرش دفاع کرد و جبرئیل امین از آسمان فرا آمد و این آیات ها رو برای پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نمود تسلیت بود